دختره فقط 20 سالشه، اومده میگه مردای قدیم خیلی خوب بودن، کوه تستوسترون. مردای قدیم کاری نمیکردن، زندگیشون خیلی راحت بود. اگه یادت نیست من یادت بیارم. قدیم مردا سربازیشون که تموم میشد ازدواج میکردن، یعنی خبری از سرکوب امیال جنسی نبود. زنو میبرد خونه مامانشینا، توی اتاق زندگی میکرد. زنش هم سال یه بار میرفت آرایشگاه ماشورنگ کرد، اونم سر کوچه. لباس هم عید به عید. بچه‌ام که به دنیا میومد مدارس دولتی. لباس بچه بزرگرم نگه می‌داشتن واسه بچه کوچیکه. مسافرتم که همه رو میریخت داخل ماشین، نهایتش یه مسافرخونه یا خونه اقوام. علاوه بر همه اینا زنش هم باید حرف گوش میداد، باید بدون اجازهش جایی نمیرفت. حالا مردای الان تا 30 سالگی که سرکوب امیال جنسی، بعدش که میخواد ازدواج کنه باید خونش، ماشینش، شغلش، امکاناتش مهیا باشه. هزینه زنای امروزی هم که خودتون میدونید، لیزر، ناخن، ریشه‌گیری مو، فیشیال، ماساژ، باشگاه و بچه هم که مدارس دو زبانه، لباس هم که شده جزء تفریحات. مسافرت هم که زیر مسافرت خارجی اصلا مسافرت محسوب نمیشه. علاوه بر همه اینا هر روز هم باید قلبش بگیره دستش که یه خانم نره مهریه 1300 اندیسه رو بذاره اجرا. حالا به نظرتون مردای قدیم بهتر بودن یا الان؟ حرفای یه مش جنسیت زده رو گوش ندید. نذارین روی روابطتون تاثیر بذاره. همونقدر که زندگی واسه زنا سخت شده، واسه مردان سخت شده. اونا هم دارن با شرایط سختی دست و پنجه نرم میکنن. ما خواهر برادریم. بذارین همدیگه رو درک کنیم.